کار با فکرم روزی در روز همین کینو تماشا کنی تلویزیون در پیش کینو دیگر کار نداری با کینو ما رایگان با سراغ نکردیم بود نه چی سراغت میکنه چه سراغ نکرده خب کینو تماشا کنم گوداکا کو 1 مینوت خب که من همون کینو را تماشا کنم چی گفته استای همون؟ تو با جوی ما های در میدرم اجاد بخیزی بیو بگوی در افته یا چوی گرم میاد در سخون پرتوی زبان در روز با گرم میزنی ها؟ دسترخوان پرتم؟ میفورد اونا گاز اونا پلیتا میفورد خیلی بخی تایو که بگی بخی من کینو تماشا کستم خب که بخی تو کیه دای دای کتک دورا بخی؟ کدومی کتک دورا دای دای بخی؟ هیچ لحظی ایران من نیافتم هیچ لحظی ایران من نیافتم بازی کیه؟ یا مینو خوش آمدن و علیکم و سلام خوش آمد من سعدی اسماعیلوف در مدت 2 سال خدمت مادر وطن را با تنتنه با سر بلند با وقت خوش ادا نمودم تندر تمزر بچه جانی شیرین نمیگری ها نمیگری خوش آمدی بچم رفتن تا بسیار گیریه و ناله کردی اینا میشیده کو میگه زنان نگذاشته سو اوچم کو اوچم خونه بیو بچم خوش آمدی ما بچه حیده میگم زنک حیده مولا بوده بچم اومده حیده مبته زنک بچم اومد آمد خوش آمد بچه تم رنگ خدای سر تا بگه میگرده بره نکده که ثابت کنین نمجا خود هسته بگیریم بخیرین بچه مونه خدمت آمد خدمت آی بچم تو کی خدمت رفتی؟ اوف این شوفیر کجا شیده؟ گای قبیده گای شکه اوخی گای 1 مینوت 2 مینوت خیلی شید مشتا گیم همینجا کوه که نمی فروه که برای پرسی کچی به قبیده یاش همین اکا من گفتم که موبایل قشلوک اوستا های که کاری خچکت نگه یا قبیدنش ای گای میگه برا کاری خدا که من قد شوفیر گا میزنم راستت میگه اکا کماندی جون خیلی نیم ساعت شده همینجا ایستادگیم خیلی جواب تو بریم اخی نه خیلی عیبی ما ترا کی میگه 60 زیاد های که میدونی که اینجا باید 60 ممکن نیست زیاد های کنن فهموش ما درست خیلی کردن اینجا نسلیانی پونت های اخی ما ایروی چند آمدیم که ما رو من کردن ما شما را 60 خپیدم رادال خیلی 60 خپیدم ممکن نیست جورا خیلی کمی دت زیاد بده کماندی جون فرق نداره که قانون های 60 اینجا باید زیاد های کنن در کنه بخشی دیگه تکرار نمیشه شما رونالدو همین فقط یک گپ دارین بخشش دیگه تکرار نمیشه کماندیر جواب بده دیگه تکرار نمیشه دیگه گپ ندارین شما ولی من ترا یک جریمه وضعی میکنم انا بودا جریمه را مسپوری انا ممکن عادت کنی با اوسا های کردن تمام اینم که کار التماس ننویسین التماس او کی بودی خیلی تیز بده های کرد دیدی کماندیر جون این اولی ما را ایروی 62 من کنین او ماشینی به ایروی 2 ساعت زیاد رفت و چه او من نمیکنین گوش که جورا گپا بیسوناکا شکراناکا که ترا رادار من کدای انا ماشینا یگم درخ من میکنم یا بس همین رو دزدیدم همین ایمه های من آدرس دادم که همین دزدی رحمت آدرس دادی اینو من دزدیدم این چه نیمه های ما میگیرم نه ساعت نه ایمه من دارم بس من دارم ایمه خب نه دارم ایمه ما ایشون دادم چیکار ما ایشون دادم من صاحب خونه را هشت باگا گفتم تو کاسنا دزدی هیچ گم نه اولی روزا نسیم که هر روز عجیب یکران ما تو دم دزدیم نه این ایمه های من ساعت نه دارم نه ایمه های این چیگا پای خودش زنگ این قدی کچا دیگه واق جنگ جنجالی این چیگا پای روزمون میتر خونه خمونده بیش نمیاد ها با فکر مردر جنگای چی هم برو او جنگ گفته سینما نشی آخی بنا نگاه که چیگا پای آخی با جای مردر تو برای ما برم که برای بیده بیاری چی گفت پای مرا میگه برای بید توبه چی خیلی مردر که بس بودن گرم میاد بس ای کسم میگیرم بچه یک گوش کنی مرا گوش کنی شما چیگا پای ای با نمیدونه در قدیره واق اوباسون تو کیم گجارو رفته سای بیاکا
اوخی من یه آدم کلون امی کاسم رازمری مای من میگیرم ما میگی نه من میگیرم من میگیرم ای بچه ای بابا بدونیش ما نخود شما جنگ نه جنگ جو که سو آدمای باقل اینا ما یا تد کسونی مرا بگی اووستون تو kim güzel رفته نگاه کنی ایستون یه رمال اکجا یا تبز چی میگه آخی یه رمال اکجا اون خدمت میشدی کاستم مدرید رمال اکجا رفته رمال اکجا توبه کردم باور کن ولی آدم فهمیدن نمیشه باور کنی ها بردک چی بوده؟ یک رفتم دو بچه جنگ دورا دکاز جنگ دارن؟ برای چی جنگ دارن؟ برای نیم کسونی ما کومیل جان میگم همین هفته اخیر این خنکی اومد این تومان این خنکی این برف باور کن یا همین ای خنکی رو یخچالک میبنده عجایب گام میزنی کومیل جان با داره خنکی آدم تست گشنه میمونه البته تسکش خیلی فصل شد میزنم برف میزنم همین خیلی خود چیکار کنیم دیگه می کومیل جان میگم که چی همجی هم اینو بستی تینجه هم پویند چه کن نو خونه من میرم یه نونی گرم میارم نونی گرم میخریم گرم میشه ای بیای عجایب گام میزنی سعید جون ولی خونه ما میریم یانگت میگیم یا نونی گام دارم دگدون اکو چاکدون انا مدام میپازم میخریم انا روحت نونی چاکدونی را ببین با ما بگو چه خیال بده رفتیم او با نون میپزم با چه خیال میپازه رفتیم رفتیم خیلی باشه ای تخار آمدم ای تخار آمدم کلاب میرم جانم کتیار آمدم بیار میرم جانم کتیار آمدم دستا بگرد لالا بجنجور آمدم بیمار میرم لالا لا 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 چو سراسی من رفتسی میرم اینجا میرم پیشینی مکی میرم یک پچه پرتو من مهمون آوردم خونم مهمون اینا سعدی جان آوردم در مرحمت سعدی جان مرحمت خوش اومدید مرحمت کن حالا که گوش که من زنک در رفته خمیر میکنی یه خاک ورده که خمیر میکنی یعنی اونی گرم میپزی ما سعدی جان خیلی میخریم اکر یخ کردیم در بیرون بالاتر میشه بالاتر خمیر که میگم زنک جان یعنی اونی گرم بپس کلی سعدی بخریم مخی یخ کردیم بیرون در گوش که مردک ایزانا میکشی در خونه یک گرد آر نیسته یا تو مرا میگی که خمیر کنونی گرم پس ما بخورم در خونه اور نیست نه خیلی اور کی نباشه فطیر بپس